جان ببخشید یک سوال تو بیرونه خب مربوط درس نمیشه اما امی کس که مثلا از ما کار کرده باشه روزی کردنش شد چند یک هفته شد از اون یک هفته فقط اصلا دیگه گپ نمیزنه دیگه هرچی که برش مسیج میکنی هرچی که اقلا لغل کردیم که هیچ سود خیمه بعدا باز نظر کنمش نمید صحیح سیمان که دیگر را برات یک جواب بده که چی جواب میتن دوستان کسی کار کرده چطور راضی بسازی میشن خواهری تماس گرفته بود پیام کرده بود که ما برادرم میگه 2 سال است که از من قطع رابطه کرده من در عید میرم به خانهش و حاضر نمیشم باید صحبت بکنم به خاطرش این همه دعوا چرا این همه کینه و کدورت این همه اختلاف این همه بغض و عداوت و دشمنی که حتی خواهر از برادر جدا بکنه برادر از برادر جدا بکنه فامیل از فامیل دیگر جدا بکنه چرا زن از شوهر شوهر از زن جدا بکنه و بعد ما میایم ادعا میکنیم که ما مسلمان یعنی تسلیم شده امر خداوند اجرا کننده اوامر الله امر الله همین است که باید اجرا بکنیم باید بپذیریم باید تحمل بکنیم باید اگر جام زهری هم باشه رو بنوشیم نگو من چطور برم به خانه او بریم چنین گفت و چنان کرده به اصطلاح بریم اینقدر ضرر رساند اینقدر توهین ها کرده پشت سر این تخریب کرده هر چی کرده به خاطر خدا بگذار همیشه عفو فمن عفا و اصلح فاجره علی الله یکی از جمله اعمالی که روز قیامت اجرش بر الله بدون حساب و کتاب است همین بخشش کردن تو کوتاه بیا یک نکته در برابری و اگر دیوانه است تو که هوشیار است و اگر بی سواد است تو که با سواد است و اگر نافهم است تو که فهمیده است و اگر جهل داره تو که جهل نداره و اگر انسان تاریک است تو که انسان روشن است یک طرف حداقل کوتاه بیا با هم آشتی بود لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث دین برای ما و خودت میگه برای مسلمان جواز نداره حرام است که از برادر مسلمانش بیش از 3 روز ناراحت بشه اصلا درست نیست جواز نداره